با سلامی دوباره خدمت بینندگان عزیز و گرامی. امام زین العابدین علی ابن الحسین از جمله شخصیت‌های متقی و پرهیزگار و معروف اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است که در نزد اهل سنت نیز جایگاه بزرگی داره. ما که در نیم ساعت برنامه از کتاب اصول کافی که هفته گذشته بود که یکی از آیات عظام در شبکه خودش با افتخار میگفت که اصول کافی نور داره و صحیح بخاری نور نداره. ما در حدود 1 سال از این برنامه شاید بگذره، ما غیر از تاریکی، غیر از ظلمت، غیر از توهین و اهانت به اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، توهین و اهانت به الله، به رسول الله و به قرآن کریم، چیز دیگری در این کتاب ندیدیم. و این باب مولد یا ولادت امام زین العابدین رو در کتاب کافی دیدید و خزعبلات و دروغایی که سرهم کرده بودند. جناب استاد، علمای اهل سنت هم نسبت به همه اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و خاصتا به امام سجاد، امام زین العابدین توجه و اهتمام خاصی داشتن. شعرا شعرهایی در مورد این شخصیت والا سرودن و کسانی که به سیرت علما و اعلام مسلمین اهتمام داشتن حتما در کتاباشون این رو، امام سجاد رو به عنوان یکی از شخصیت‌های بزرگ صدر اسلام ذکر کردن و فضائل این امام بزرگوار رو در کتاباشون آوردن. ما که فضیلتی در مورد این امام ندیدیم در باب مولد ایشون در کتاب اصول کافی، اگر لطف کنید در مصادر اهل سنت این فضائل رو، یعنی مصادر حقیقی اسلام، چون ایشون یکی از امامان بزرگ اهل سنت هستن، بفرمایید. من همون گونه که در ابتدای این برنامه من اشاره کردم، اعتقادی رو که اهل سنت و الجماعت نسبت به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم دارند شعار نیست، نه به خاطر شعار هست و نه به خاطر منفعت طلبی و سودجویی هست. اون گونه که بسیاری از علمای شیعه و مذهب رفض در واقع این گونه هست، شعار میدهند برای محبت اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم و در قالب محبت توهین میکنند، بی حرمتی میکنند به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم که ما بارها اینو نشان دادیم از کتابای خود شیعه و روافض و در برنامه‌های آینده هم ان شاء الله نمونه‌هایی رو عرض خواهیم کرد. و چه بسا که منفعت دارند در این زمینه و دنبال سود و منفعت شخصی خودشون هستند که اگر این مذهب رو رها بکنند، این کتاب‌ها رو رها بکنند، این روایات رو رها بکنند، این دروغ بردازی و پریشانگویی رو رها بکنند، چه بسا که خمسی به آنها نرسد و حق و سهم امامی به آنها نرسد و از نظر مادی و دنیوی هم در واقع متضرر بشوند. اما اهل سنت و الجماعت ایمانی رو که دارند بر اساس ایمان خودشون با اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت دارند. من در برنامه‌های متعددی اینو عرض کردم که شیعه یا روافض بیایند در طول تاریخ اسلام یکی از ائمه اهل سنت و الجماعت رو معرفی بکنند، در کتاب خودش بیارن نشون بدن به ما که فلان عالم سنی در مورد فلان امام از ائمه اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم ذره اهانت رو روا داشته باشه. چنین چیزی وجود ندارد. تمام اهل سنت و الجماعت، حتی اون کسانی که متهم هستند که ناصبی هستند و به تعبیر آقایون وهابی هستند، اونها بالاترین درجه احترام و ارادت و در واقع ارادت رو دارن نسبت به اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم.
یکی از علمای سرشناس اهل سنت و الجماعت که آقایون ایشونو ناصبی مطرح کردن، معرفی کردند و جالب اینجا است که شاگرد شیخ الاسلام علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه است، علامه ذهبی رحمت الله علیه که یکی از نقادان اهل سنت و الجماعت است و یکی از رجال شناسان اهل سنت و الجماعت یا به تعبیر آقایون نواصب یا وهابی ها است که بارها اینو صراحتا اعلام کردند. من از این کتاب گوشه هایی از مناقب و فضایل این بزرگوار را، امام زین العابدین را، و گوشه‌ای از اعلام نظر و دیدگاه اهل سنت و الجماعت را در مورد این امام بزرگوار بیان می‌کنم. دوستان نمایش بدن این کتاب را. کتاب سیر اعلام نبلا هست که دوستان قبلا این کتاب باش آشنا هستند و تصنیف امام شمس الدین محمد ابن احمد ابن عثمان ذهبی که شاگرد علامه ابن تیمیه رحمت الله علیه بوده، متوفای سال 748 و این چاپ مؤسسه الرساله هست و این هم صفحه اول این کتاب هست و مشخصات این چاپی که در اینجا آمده چاپ دومش هست، مؤسسه الرساله ناشرون هست و تمام آدرس و علائمی که در اینجا وجود داره. صفحه اولش هست سیر اعلام نبلا، امام شمس الدین محمد ابن احمد ابن عثمان ذهبی هست، متوفای 748 هجری و 1374 میلادی و تحقیق این کتاب شعیب ارناؤوط و همچنین این جزء را مأمون ساغرچی در واقع تحقیق کرده. جزء چهارم هست مؤسسه الرساله که یک از کتاب‌های معروف اهل سنت و الجماعت در مورد نقد رجال هست. در این کتاب و جلد چهارمی که من عرض کردم یکی از شخصیت هایی که در اینجا ذکر کرده و شخصیت 157 هست. دوستان این نمایش بدن. صفحه 386 هست، 386 علی ابن حسین و 157 علی ابن الحسین، علامت عین هم زده که علیه السلام. این گونه معرفیش کرده. این در واقع 15-16 صفحه هست که در مورد این امام زین العابدین در اینجا روایاتی رو آورده، مطالبی رو از علما و بزرگان اهل سنت و الجماعت نقل کرده که من به اندازه‌ای که در واقع فرصت باشه به برخی از این نقل قول‌ها میپردازم. خود علامه ذهبی رحمت الله علیه میگوید که ابن الامام علی ابن الحسین ابن الامام علی ابن ابی طالب، حسین فرزند امام علی ابن ابی طالب ابن عبدالمطلب ابن هاشم ابن عبد مناف هست. السید الامام، به امام زین العابدین میگه السید الامام زین العابدین، سید و بزرگوار و سرور امام زین العابدین هاشمی علوی مدنی، هاشمی علوی مدنی و بعد از این کنیه ایشان رو در واقع یکن ابوالحسین و یقال ابوالحسن الی آخر. و من به خاطری که ضیق و فقط گوشه ای از این مطالب را در اینجا بیان میکنم. حدث ایضا اساتیدش رو در اینجا بیان کرده، از چه کسانی در واقع نقل حدیث کرده. حدث ایضا عن جده مرسلا، از جد بزرگوار خودش نقل کرده از سیدنا علی رضی الله تعالی عنه، از صفیه ام المؤمنین و این روایتش در صحیحین هست. روایات زین العابدین در صحیحین هست و از ابو هریره و عایشه روایت کرده و روایاتش در صحیح مسلم هستند و از ابو رافع روایت کرده و همچنین از عمویش حسن و عبدالله ابن عباس و بقیه کسانی اساتیدی که داشته از اونها روایت کرده. و در آخر این صفحه میگوید که از قال ابن سعد، از ابن سعد روایت کرده که هو علی الاصغر اما اخوه علی الاکبر فقتل مع ابیه بکربلا، در کربلا شهید شد. و کان علی ابن الحسین ثقة مأمونا کثیر الحدیث عالیا رفیعا ورعا. این چه صفاتی رو اهل سنت برای زین العابدین ذکر کردن؟ ثقه هستند، مورد اعتماد هستند، روایات زیادی رو دارند، بلند مرتبه هستند و بزرگ هستند، والا هستند، ورعا بسیار متقی و پرهیزگار بودند. و همچنین از زهری نقل شده که ایشون میگه ما رأیت قریشی افضل من علی ابن الحسین، من قریشی را که برتر از علی ابن حسین بوده ندیدم و سراغ ندارم. و در صفحه بعدش نقل میکند همچنین از زهری، ابن عینه نقل میکند از زهری قال، میگوید که ما کان اکثر مجالستی مع علی ابن الحسین، بیشترین مجالست من با علی ابن حسین بوده. و ما رأیت احدا کان افقه منه،
کسی را فقیه‌تر از زین العابدین من ندیدم، ولکن کان قلیل الحدیث، حدیثشون در واقع کم بوده. در صورتی قبلا ابن سعد آورده بود کثیر الحدیث بوده، در اینجا نظر زهری بوده که روایت اندکی رو داره. و همچنین از زهری بازم نقل شده کان علی ابن الحسین من افضل اهل بیتی، برترین اهل بیتش بودن در زمان خودشون، و احسنهم طاعتا و احبهم الی مروان و الی عبدالملک، حتی به محبوب خلفای بنی امیه هم بودن. بعضی میگوید که لم ادرک من اهل البیت افضل من علی ابن الحسین، از اهل بیت با فضیلت تر از علی ابن حسین من ندیدم. و از مالک نقل شده که لم یکن فی اهل البیت مثله، مانند اینشون در اهل بیت وجود نداشته. حماد ابن زید از یحیی ابن سعید میگه سمعت علی ابن الحسین و کان افضل هاشمی ادرکته، من از علی ابن حسین این روایت رو شنیدم، این مطلب رو شنیدم و ایشون برترین فرد بنی هاشم بودم که من ایشون رو دیدم. ایشون میفرمودند یا ایها الناس، ای مردم، احبونا حب الاسلام، به خاطر دین و اسلام ما رو دوست داشته باشید. فما برح بنا حبکم حتی صار علینا عارا، متاسفانه این اشاره میکنه به محبت افراطی که برخی از شیعه داشتن. میگه شما ما رو به گونه‌ای دوست می‌دارید که این برای ما یک عیب و عار شده، ننگ شده این محبتی که شما نسبت به ما دارید. و در کتاب‌های اهل تشیع هم این اومده که ایشون منع می‌کردن که در مورد ما چنین اعتقادی رو با این غلو و افراط نداشته باشید. ابوبکر ابن البرقی میگوید که نسل الحسین كله من قبل ابنه علی الاصغر، و در آخر میگوید و کان افضل اهل زمانه، برترین اهل زمانشون بود. اجلی میگوید که علی ابن الحسین مدنی تابعی ثقه، ایشون ثقه بودند. و همچنین از ابوبکر ابن ابی شیبه صاحب کتاب المصنف نقل شده که میگوید که قال اصح الاسانید كلها، برترین سندها، صحیح ترین سندها این سند هست که زهری از علی ابن حسین از پدرش از علی رضی الله تعالی عنه، یعنی این برترین سند هست. این از بس که این سند موثقی هست، در درجه بالا هست، این جز سندهای بسیار عالی هست. و همچنین یک فردی به ابن مسیب گفت که ما رأیت اروع من فلان، من از فلانی شخصی رو متقی‌تر، پرهیزگارتر، پارساتر ندیدم. قال هل رأیت علی ابن الحسین، علی ابن حسین رو دیده بودی؟ قال لا، نه. گفت من ندیدم ایشون رو. قال ما رأیت اورع منه، ابن مسیب میگوید که من از علی ابن حسین کسی رو متقی‌تر ندیدم. و جویری ابن اسما میگوید که ما اکل علی ابن الحسین بقرابتی من رسول الله صلی الله علیه و سلم درهما قط، ایشون اینقدر بزرگوار بودند که به نام رسول الله، به خاطر اینکه اهل بیت رسول الله هستند، حتی یک درهم از مردم نگرفتن که من اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم، یعنی خمس نمیگرفتن، نه خمس میگرفتن به نام نسب خودشون و به نام رسول الله که اهل بیت هستند، به هیچ عنوان نان نمیخوردن با این نامی که ایشون داشتن. و روایتی رو در اینجا ابی نوح انصاری ذکر کرده، میگه که در خونه ایشون آتش سوزی اتفاق افتاد در یک خونه ای که علی ابن حسین در اونجا بود، علی ابن حسین و هو ساجد، ایشون در سجده بود. فجعلوا یقولون یا ابن رسول الله النار، ایشون میترسیدن ای فرزند رسول الله، آتش اومد، آتش آتش. فما رفع رأسه حتی طفئت، ایشون سرشون از سجده بلند نکردن، هیچ توجهی نکردن تا اینکه آتش خاموش کردن آتش را. فقیل له فی ذلک، گفتند که چرا بلند نشدی؟ ما گفتیم که آتش داره آتش سوزی میشه، تو چرا سرت از سجده بر نداشتی؟ فقال الحتنی عنها النار الاخرى، اون آتش جهنم رو از این مرا در واقع مشغول کرده بود، من در فکر آتش جهنم بودم که فکرم به این آتش دنیا نبود. و روایت شده که ایشون اذا قام الى الصلاه اخذته الرعده، وقتی که میخواستند به رای نماز بدنشون میلرزید. فقیل له، بهش گفتن چرا بدنت میلرزه؟ فقال تدرون بین یدی من اقوم، شما میدونید که الان من میخوام جلوی چه کسی بایستم، و من اناجی، میدونید من با چه کسی مناجات میکنم. و عنه انه کان اذا توضا اصفر، وقتی که ایشون وضو میگرفتن رنگشون میپرید، به همین خاطر که میدونستن که بعد از وضو میرن در پیشگاه الله متعال در واقع میایستن. و همچنین در روایتی از سفیان اومده که حج علی ابن الحسین فلما احرم اصفر، وقتی که ایشون احرام بستن میخواستن برن برای حج، رنگشون زرد شد و انتفض، و به خود لرزیدند، ولم یستطع ان یلبی، از بس که خوف و خشیت داشتن از الله متعال نتونستند که تلبیه بگویند و لبیک اللهم تکرار بکنند. فقیل الا تلبی، گفتند که چرا تلبیه نمیگویی؟ فقال اخشى ان اقول لبیک فیقول لی لا لبیک، میترسم بگم که پروردگارا لبیک، اما از جانب الله متعال پاسخ برسه که لا لبیک، که تو لبیک رو در واقع نداشته باشی. فلما لبى غشی علیه،
وقتی که تلبیه گفتند بیهوش شدن، افتادن روی زمین. و سقط من راحلته فلم یزل بعد ذلك به حتی قضا حجه. وقتی که روی سواری بودن تلبیه گفتند از بالا بیهوش شدن، افتادن پایین و در واقع مجروح هم شدن. به همین صورت رفتن حج خودشون رو در واقع انجام دادن. و روایت متعددی در این زمینه اومده. جریر ابن عبدالله ابن عمرو ابن ثابت میگوید که زمانی که علی ابن حسین وفات کردن وجدوا بظهری اثرا مما کان ینقل الجر، از بس که ایشون کیسه گونی حمل میکردن، بار حمل میکردن پشت سرش خودشون بر شانه خودشون، دیدن که بدن ایشون کبود شده، پشت سرشون و کمر ایشون کبود شده، به خاطر این که این گونی ها رو حمل میکردن. باللیل الی منازل الارامل، میرفتن و به خانه انسان های بیوه و یتیم در واقع اینو میرسوندن. و همچنین شیبه ابن نعامه میگه لما مات علی وجدوا یعول 100 اهل بیت، ایشون 100 منزل رو و 100 خانوار رو خرج میدادن. در اینجا جالب هست این تعلیقی که علامه ذهبی میگه، قلت امام ذهبی لهذا کان یبخل، به این خاطر مردم بهش میگفتن بخیله. معروف است که امام زین العابدین رحمت الله علیه بخیل بودند که چی؟ برای خودشون جمع میکردن، برای مردم جمع میکردن. امام ذهبی رحمت الله میگه به این خاطر مردم بهش میگفتن که بخیل هستن. فانه ينفق سرا، ایشون مخفیانه میرفتن صدقه میدادن. و یظن اهله انه یجمع الدراهم، اما اهلش فکر میکردن این برای خودش داره مال و منال دنیا رو جمع میکنه. روایت متعددی در اینجا آورده و ذکر کرده. ابو حازم مدنی میگه ما رأیت هاشمیا افقه من علی ابن الحسین، سمعت وقد سئل كيف كانت منزلة ابي بكر وعمر عند رسول الله صلی الله علیه و سلم. میگه من کسی رو فقیه تر از علی ابن حسین ندیدم. از ایشون سوال شد که ابو بکر و عمر نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم چه جایگاهی رو داشتن؟ میگه فاشار بيده الى القبر، اشاره کرد به قبر رسول الله صلی الله علیه و سلم. ثم قال بمنزلتهما منه الساعه، همین جایگاهی رو که الان دارن اون زمان هم داشتن، یعنی کنار رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن، نزدیکترین افراد به رسول الله صلی الله علیه و سلم بودن. یحیی ابن کثیر از جعفر ابن محمد نقل کرده از پدرش که مردی اومد نزد ایشون، نزد زین العابدین، فقال اخبرنی عن ابی بکر، نظر در مورد ابو بکر چی هست؟ فقال عن الصدیق تسأل، میخوای از صدیق سوال بکنیم؟ قال و تسمیه صدیق، تعجب کرد اون سائل که تو هم میگی که ابوبکر صدیق؟ قال ثکلت که امک، مادرت به داغت بنشیند. قد سماه صدیقا من هو خیر منی، کسی که برتر از من هست ابوبکر را صدیق نامیده رسول الله صلی الله علیه و سلم. و در آخر این روایت میگه و تولهما، با ابوبکر و عمر دوستی داشته باش. فما کان من امر ففی عنقی، هر مصیبتی که به تو رسید اون در گردن من باشه، من حاضرم که اینو قبول بکنم. در صفحه بعد میگه که نقطه بسیار جالبی رو در اینجا ذکر کرده. میگه که در میان حسن ابن حسن مثنا هست، حسن ابن حسن مجتبی، و بین ابن عمه علی ابن الحسین، و در میان علی ابن حسین رضی الله تعالی عنهم اجمعین یک اختلاف اومد، اتفاق افتاد. فما ترک حسن شیئا الا قاله، حسن مثنا فرزند امام حسن هرچی از زمانش در اومد نثار جان امام زین العابدین کرد. و علی ساکت، اما زین العابدین ساکت بود. فذهب حسن مثنا حرف خودش زد و رفت. فلما کان فی اللیل، زمانی که شب شد، اتاه علی، امام زین العابدین رفت در خونهش. فخرج، از خونه وقتی که حسن بیرون اومد، فقال علی یا ابن عمی، ای عموزاده من، ان كنت صادقا فغفر الله لی. سبحان الله. اینا هستن شاگردان مکتب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم که گذشت، بردباری و فداکاری رو از محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم آموختند. می‌فرماید که اگر تو راست میگی، اون گونه که تو گفتی من بد هستم، الله متعال مرا ببخشد، غفر الله لی. و این کنت کاذبا، اگر دروغ گفتی، افترا بستی، فغفر الله لک، الله متعال تو رو ببخشد و معاف بکند. و روایتی در این زمینه هم اومده و خیلی طولانی هست. و در نهایتش من این نقطه رو عرض بکنم که علامه ذهبی رحمت الله علیه درباره ایشان میگه که و کان له جلاله عجیبه، ایشون یک هیبت عظیمی رو داشتن، امام زین العابدین. و حق له والله ذلك، میگه آفرین بر ایشون،
سزاوار ایشون هست که چنین جلالت مقام و هیبتی رو داشته باشن. و کان له جلالت عجیبه و حق له والله ذلك. آفرین بر ایشون، این لیاقت رو واقعا داشتن. فقط کان اهلا للامامه العظمى، ایشون لیاقت امامت عظما رو داشتند، لیاقت این رو داشتند که خلیفه ایشون باشند، نه بنی امیه. لشرفه، به خاطر شرافتشون، و سعدده، بزرگواریشون، و علمه، علمی که داشتند، و تعلهه، عبادتی که داشتند، و کمال عقله، به خاطر کمال عقلش. لیاقت این رو داشتند که واقعا امام و خلیفه و پادشاه مسلمانان در واقع ایشون باشند، نه در واقع افراد دیگر. و جالب هست در اینجا در ادامه همین مطلب میگه که قصیده خیلی معروفی هست از فرزدق، مشهور است درباره ایشون، که ما خودمون میگه اینو شنیدیم که هشام بن عبدالملک خلیفه اموی وقتی که به حج رفتن، وقتی که میخواست که برود و حجر اسود رو استلام بکند، مردم بهش اجازه نمیدادند، مردم هجوم برده بودند. اما زمانی که امام زین العابدین می آمد، به احترام امام زین العابدین تمام مردم میرفتند کنار، ایشون راحت می آمد، حجر اسود رو میبوسید و دوباره طواف خودشون ادامه میداد. هشام ابن عبدالملک از این صحنه آزرده شد. من که خلیفه هم و قدرت دارم و کبکبای دولتی رو برای خودم دارم، اما کسی به من احترام نمیگذاره، راه باز نمیکنم برم استلام حجر بکنم. اما این کی هست که اومده و میخواد استلام حجر بکند؟ همه مردم راه رو برایش باز میکنن. میدونست، میشناخت قطعا علی ابن حسین رضی الله تعالی عنهما رو. گفت که نمیدونم، یعنی تجاهل کرد. این کی هست که این همه احترام داره؟ فرزدق در اونجا بود، یک شعر بسیار جالبی رو گفت، من چند بیتش رو میخونم. میگه هذا الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه والحل والحرم. اینو نمیشناسی؟ این کسی هست که زمین پایش رو، قدمش رو، رد پایش رو میشناسه که این کی هست. خانه کعبه اینو میشناسه، حل و حرم اینو میشناسن، تو نمیشناسی؟ یعنی حرم و خارج از حرم. بله، حرم و خارج حرم و تمام زمین، اصلا رد پایش و قدمش رو روی زمین پا میگذاره، میشناسند که این علی ابن حسین هست. هذا ابن خیر عباد الله كلهم. این فرزند برترین انسان هست از میان تمام انسانها. هذا التقی النقی الطاهر العلم. این انسان پرهیزگار و پاکیزه و طاهر و علم هست، برای خودش یک شخصیت بسیار والایی هست. اذا رأته قریش قال قائلها. وقتی قریش این فرد رو میبینن، گوینده قریش اعلام میدارد که الی مکارم هذا ینتهی الکرم. تمام مکارم و بزرگواری ها، افتخارات به افتخارات اینها منتهی می شود. یکاد یمسکه عرفان و راحته رکن الحتیم اذا ما جاء یستلم. از بس که دستش بو داره و خوشبو هست، وقتی که دست رو روی حجر میذاره، نزدیک هست حجر دستش رو دوباره ویل نکند، از بس که خوشبو هست و حتی حجر هم ایشون رو در واقع میشناسه. این جملهش واقعا جالب هست. یغزی حیاء، یغزی حیاء. ایشون از حیا و شرمی که دارن سرش رو پایین میاندازه. امام زین العابدین رحمت الله علیه و رضی الله تعالی. یغزی حیاء و یغزا من مهابته. خودشون از بس که شرم و حیا دارن، سرشون همیشه پایین هست. و مردمی که پیرامون ایشون هستن، از بس که ایشون هیبت داره، مردم چشمشون پایین هست. سبحان الله. ایشون به خاطر حیایی که دارن همیشه سرشون پایین هست، و به خاطر هیبتی که ایشون دارند، مردم اطرافیانشون سرشون پایین هست. فما یکلم الا حین یبتسم. از بس که هیبت داره، زمانی که ایشون لبخند نزنه تا زمانی که ایشون نخندند و لبخند بر زبان و بر چهرهشون نباشه، کسی جرأت نمیکنه که با ایشون در واقع صحبت بکنه. هذا ابن فاطمه ان كنت جاهل. اگر تو نمیشناسی بدون که این فرزند فاطمه هست. بجده انبیاء الله قد ختموا. با جد بزرگوار ایشون پیامبران الله متعال خاتمه یافتند، یعنی جد ایشون خاتم مرسلین و خاتم پیامبران بوده. این تقریبا 15-16 صفحه هست از مناقب و دیدگاه اهل سنت و الجماعت در مورد امام زین العابدین رضی الله تعالی عنهم. من میخوام در بعض از این که من گوشه از این مطالب رو عرض کردم و فرصت نشد که تمام این مطالب رو عرض بکنم، به خاطر اینکه برنامه مطالب دیگری هم هست که عرض بکنم. من سوال میکنم از برادران شیعه، اون کسانی که واقعا پیرو حق و حقیقت هستند، میخواهند که دیدگاه اهل سنت را در مورد اهل بیت رسول الله صلی الله علیه و سلم بشناسند. از دو حالت خالی نیست، یا امام زین العابدین شیعه بوده یا سنی بوده.
الان شیعه اینو میکشن برای خودشون که امام زین العابدین امام چهارم ما هست و واقعیت این بوده که ایشون اهل سنت و جماعت هستن. از این دو گونه خالی نیست، یا شیعه بودند یا سنی بودند. اگر سنی بودند که خب شما خودتون رو بیجا به ایشون نسبت دادید. اگر کسی بگه که این آقای ناصبی که آقای وهابی نمیدونم بهش چی میگذارن ذهبی وقتی که ایشون تعریف کرده به خاطر اینکه سنی بوده. اگر سنی بوده پس بنابراین انتساب شما به امام زین العابدین انتساب ناجایز و نامشروع هست. و اگر شیعه بوده، بالفرض ما قبول کنیم که شیعه بوده، این هست اعتقاد اهل سنت و الجماعت، حتی کسانی که متهم به نسب و به وهابیت هستند، این هست نظرشون درباره ائمه شیعه. من تحدی میکنم شما تمام علمای شیعه و تمام شیعه بیارید یک فردی از علمای شیعه رو، مراجع شیعه رو که در مورد بزرگان اهل سنت و الجماعت این گونه نظری رو داشته باشند. اگر ایشون شیعه باشد این نشان از انصاف اهل سنت و الجماعت دارد که چنین انصافی رو ما در علمای شیعه در طول این قرون متمادی ما در واقع مشاهده نکردیم و سراغ نداریم حتی امروزه هم. اما واقعیت این بوده که امام زین العابدین رحمت الله علیه مانند پدر بزرگوارش، مانند بقیه بزرگان اهل بیت رسول الله و مانند فرزندان بزرگوارش، ایشون اهل سنت و پیرو سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند و این اعتقادی رو که امروزه شیعه دارند و خودشون نسبت میدن به این ائمه بزرگوار، این یک نسبت‌های ناجایز و نامشروعی است. بله، جزاکم الله خیر. بینندگان عزیز و گرامی، دیدید آنچه از فضائل اهل بیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در کتب اهل سنت. علاوه بر این ما در کتاب صحیح بخاری حدود 25 حدیث از امام زین العابدین علی ابن الحسین داریم و در صحیح مسلم حدود 15 تا حدیث داریم از امام زین العابدین. در سنن ترمذی حدود 23 روایت داریم از ایشون و همچنین در بقیه کتب اهل سنت روایت های متعددی است که از ائمه اهل بیت و خاصتا از امام علی ابن الحسین. این است دیدگاه اهل سنت در مورد امامان اهل بیت، امامان هدایت، امامان تقوا و پرهیزگاری، نه کسانی که به دروغ خود را پیرو این امامان بزرگوار میدونند اما از صفات والا و از تقوا و پرهیزگاری و اخلاق این بزرگواران کاملا به دور هستند.